سلام بچه‌ها، من رضایی هستم، مشاور تحصیلی شما. فارغ التحصیل دانشگاهی رشته‌مو نپرسید، نمیتونم بهتون بگم. آقا مگه شما معلم ورزشمون نیستی؟ خارج از درس لطفا سوال نپرسید وقتی کلاسو نگیرید. ببینید بچه‌ها، همتون روزی 25 ساعت درس میخونید. آقا یک روز کلا 24 ساعته. خب یه ساعت زودتر از خواب پاشو. این ردیف معماری میخونه، این ردیف هم مهندسی صنایع، این ردیف هم عمران. آقا ما اصلا رشتهمون تجربیه. پس همتون باید زیر رتبه 50 بشین. آقا کل کلاس 60 نفره، چجوری هممون زیر 50 بشیم؟ ببین بهونه نیار واسه منم همسن شما بودم بچه‌ها. 3 ماه حقوق منو ندادن، پس میرینم تو آینده همتون. ببینید بچه‌ها، کلا 7 تا کتاب واسه کنکور دارین. از امروز تا 7 روز دیگه روزی یک کتاب رو تموم میکنید میره. هفته بعد همون کتابا رو یه بار دوره میکنید. آقا چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟